ساعت 1:30 بامداد روز 28 ژانویه سال 2014 بود که تو شهر ونیز یکی از قایق تاکسی هایی که مردم رو جابجا میکنن با پلیس شهر تماس میگیره و میگه که جسد یه دختری رو روی آب پیدا کردن. این اتفاق در یکی از کانال های شهر ونیز به نام لیدو افتاده بود. وقتی پلیس خودش رو به محل حادثه میرسونه، بعد از تحقیقات زیاد متوجه میشه که هویت جسد مربوط به دختریه به نام مهتاب که یک دانشجوی ایرانیه و ساکن میلان ایتالیاست. اما جسد برهنه اون که تنها یک گردنبند به گردنش بود و هیچ نشانه دیگه ای نداشت، به راستی در آبهای ونیز چی کار میکرد؟ پلیس براش علامت سوال بزرگی ایجاد شده بود، چرا که محل تحصیل و اقامت این دختر جوان میلان بود و حالا جنازش در آبهای ونیز پیدا شده بود. اما اون جنازه چطور به اونجا رسیده بود؟ دوستان سلام، به کانال من خیلی خوش اومدین. من صدف هستم، با یه پرونده دیگه با من همراه باشید. پرونده‌ای که امروز میخوام براتون کاور کنم در مورد دختری ایرانی، دختری پر از شور زندگی، یک دختر هنرمند به نام مهتاب ساوجی است. مهتاب ساوجی یک دختر دهه 60 بود که علاقه زیادی به هنر و سینما داشت. اون که تو ایران ادبیات نمایش خونده بود، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیلاتش در مقطع فوق لیسانس به ایتالیا سفر کنه. مهتاب پس از تلاش‌های زیادی که انجام داد موفق شد از یکی از دانشگاه‌های هنر خیلی معروف دنیا که در میلان قرار داشت در مقطع فوق لیسانس در رشته طراحی لباس پذیرش بگیره. اون برای ادامه تحصیل با کلی امید و آرزو وارد ایتالیا شد. مهتاب در اون زمان 29 سالش بود و کوله‌باری از شوق و اشتیاق و هنر و زندگی به همراه داشت. امروز میخوایم بریم به ایتالیا و ببینیم که حدوداً 10 سال پیش چه اتفاقی برای مهتاب افتاد. اواخر ماه ژانویه 2014 بود که خانواده مهتاب با دوستاش تماس میگیرن و میگن که از مهتاب 1-2 روز خبری نیست، چون مهتاب هر روز مرتب با خانوادهش در ارتباط بود و با اونها تماس میگرفت. به خاطر همین نگران شده بودن، چرا که اون نه جواب زنگاشون رو میداد و نه اینکه خودش زنگی بهشون میزد. تمام ارتباطاتشون بی پاسخ مونده بود. دوستاش هم به خانوادهش میگن که متاسفانه ما هم از مهتاب 2 روز خبر نداریم و نمیدونیم که کجاست. خانوادهش از دوستا میخوان که به پلیس ایتالیا مراجعه کنن و برای اون ثبت مفقودی کنن. اما از اونجایی که هر کشوری یک سری قانونهای مزخرف خودشو داره، وقتی دوستا به پلیس ایتالیا مراجعه میکنن و ازشون میخوان که برای مهتاب گزارش مفقودی ثبت کنه، اونا قبول نمیکنن. میگن که نمیشه. حالا دقیقاً چرا؟ چون که قانونشون به این شکله که تنها کسانی میتونن برای مفقود ثبت مفقودی کنن که یا افرادی از خانواده اون فرد باشن و یا اینکه باهاش همخونه باشن. اینجا بود که خانواده مهتاب وقتی متوجه این جریان میشن و دوستای مهتاب به خانوادهش میگن که پلیس قبول نمیکنه ما ثبت مفقودی کنیم، مخصوصا خاله مهتاب خانم مژگان اینانلو که داخل پرانتز بگم ایشون یکی از مستندسازهای خیلی بزرگ کشورمون هستن و خانم بسیار موفقی هستن، تصمیم میگیرن با همخونه مهتاب ارتباط بگیرن و ازش بخوان که اون بره و این کار رو به عنوان همخونه انجام بده. اما در ابتدا اون از این کار سر باز میزنه و میگه که من چند روزه ازش خبر ندارم، شاید جایی رفته و بر میگرده، من دنبال دردسر و این داستانا نیستم و نمیرم. همخونه مهتاب حالا کی بود؟ همخونه مهتاب یه دختر هندی بود به اسم گاگاندی کاور. و اما خانم مژگان خاله مهتاب بعد از تماسهای خیلی زیاد و مکرر و اصرار زیاد به این دختر هندی که اسمش هم گفتیم گاگاندی بود، موفق میشه بالاخره این رو راضی کنه تا به اداره پلیس بره و
برای مهتاب ثبت مفقودی بکنه. کاگاندی هم به همراه دوست پسرش که یه پسر 29 ساله هندی بود و از قضا همکارش هم بود و هر دوشون با هم توی هتل کار میکردن، پا میشن میرن پیش پلیس و بهش میگن که همخونه ما گم شده و برای ثبت مفقودی میکنن. پلیس در طی تحقیقاتش از دوستا و هم دانشگاهی مهتاب متوجه میشه که هم کلاسیاش میگن چند روز پیش مهتاب با یکی از اساتید که عضو هیئت علمی دانشگاه هم هست یه دعوای لفظی داشتن و مهتاب از این بابت خیلی ناراحت و تو هم بود و ممکنه این جریان ربطی به اون داشته باشه. شاید مثلا مهتاب از یه چیزی ناراحت بوده و گذاشته رفته جایی و این داستانا. پلیس همزمان با اینکه با دوستای مهتاب در ارتباط بوده و داشته تحقیقات میکرده راجع به مفقودی مهتاب، با خانواده مهتاب هم در ارتباط بوده. از خانواده مهتاب هم با خاله مهتاب یعنی همین خانم مژگان اینانلو بیشتر در تماس بوده و تو تماس ها خاله مهتاب به پلیس میگه که ما هر روز با هم صحبت میکردیم و یک روز قبل از اینکه مهتاب مفقود بشه و ازش خبری نداشته باشیم رفته بود یه فروشگاهی توی لباس فروشی، اونجا تصویری به من زنگ زد و یه لباس هندی تقریبا خریده بود، یه لباس هندی بود که الان من عکسش هم اینجا میذارم شما ببینید. اینو به من نشون داد و از من نظر خواست، گفت که به نظرت این لباس قشنگه، به من میاد بگیرمش و من گفتم که خیلی قشنگه حتما بگیرش. و من اونجا احساس کردم که مهتاب یه ذره ناراحت و تو همه. ازش پرسیدم که مهتاب چیزی شده، چرا ناراحتی؟ گفت که چیز خاصی نیست، حالا بعدم بهت میگم و من از دست این همخونم و دوست پسرش خیلی ناراحتم، باید سریعتر خونم رو عوض کنم و از این خونه برم، به زودی از اینجا میرم و حالا بعد با تماس میگیرم مفصل در موردش با هم صحبت میکنیم. خالش اضافه میکنه که مهتاب علاقه زیادی به فیلم‌های هندی و فرهنگ و زبان هندی داشت و قبلا با ایرانی ها همخونه بود، دوستای ایرانی داشت و خودش خواسته بود که از همخونه های ایرانیش جدا بشه و رفته بود پیش این دختر هندی تا به اصطلاح از اینکه در کنار این دختره باشه از نزدیک بیشتر با فرهنگ و زبانشون آشنا بشه و بیشتر خیلی مخصوصا زبانشون. گفت تو خیلی علاقه به زبان هندی داره. این بهونه‌ای شده بود براش که بره پیش این دختره تا از طریق این دختره به کمک این زبان هندی رو یاد بگیره. حالا درست چند روز بعد از ثبت مفقودی مهتاب و گشت و تحقیقات پلیس به دنبال مهتاب، زنگ پلیس ونیز به صدا در میاد و گزارش داده میشه که جنازه دختری داخل چمدون سیاه رنگی در یکی از کانال ها پیدا شده و این جنازه که کاملا عریان بود، تنها یک گردنبند به گردن داشت و آثاری از خفگی دور گردنش مشخص بود. و چون پلیس ایتالیا به همه پلیس ها گزارش مفقودی مهتاب رو داده بود، پلیس ونیز بلافاصله به پلیس میلان خبر میده که ما فکر میکنیم کسی که شما دنبالش هستین رو پیدا کردیم و این جنازه‌ای که در یکی از کانال ها پیدا شده متعلق به مهتابه. بعد پلیس میلان بلافاصله با خانواده مهتاب تماس میگیره و از اونها میخواد که خودشون رو به ایتالیا برسونن برای شناسایی جسد. و خانم مژگان اینانلو خاله مهتاب با کمک کنسولگری و سفارت ایران و اینها برنامه سفرش رو ترتیب میده که سریعتر وارد ایتالیا بشه و ببینه که آیا جسد متعلق به خواهرزادش مهتاب هست یا نه. خب حالا پلیس ونیز شروع میکنه به بررسی دوربین‌های مداربسته اون منطقه تا ببینه که این جسد که در چمدون سیاه رنگ پیدا شده چطور به اون کانال و اون قسمت از شهر راه پیدا کرده. پلیس دوربین‌های مداربسته مناطق مختلف رو بررسی میکنه. مثلا برای مثال دوربین‌های اطراف اون خیابون، اون کانال رو و همچنین دوربین‌های مداربسته راه آهن شهر رو هم چک میکنه. و جالبه که وقتی پلیس دوربین‌های مداربسته ایستگاه راهن رو چک میکنه،
متوجه میشه که در تاریکی شب یک خانم و آقایی در حالی که اون شب بارون شدیدی هم می اومده به همراه یک چمدون سیاه رنگی به شکل مشکوکی در حال خارج شدن از ایستگاه راهن هستن. اما وقتی که روی این فیلم های دوربین مداربسته پلیس زوم میکنه و چهره اون دو نفر رو واضح تر میکنه، میبینه که اون دو نفر کسی نیستن جز همخونه های هندی مهتاب. بله، یعنی خانم گاگاندی و دوست پسرش که اسمش راجش وارسینگ بود. بلافاصله پلیس بعد از دیدن این صحنه ها به سراغ اون دو نفر میرن و دستگیرشون میکنن. بهشون میگن که ما فیلم شما رو دیدیم و دقیقاً در دست شما همون چمدونی رو دیدیم که جسد مهتاب رو باهاش پیدا کردیم. هر دو مضطرب میشن و میگن که آره، ما راستش ترسیده بودیم. اون روز بیرون بودیم و مهتاب تو خونه تنها بود. وقتی دوتایی از بیرون وارد خونه شدیم دیدیم که مهتاب نقش بر زمین شده و نفس نمیکشه. فکر کردیم احتمالاً زیادی الکل خورده و یه چیزی باهاش مصرف کرده و به اصطلاح گفتن که ما حدس زدیم اووردوز کرده و چون ما خارجی هستیم خیلی ترسیدیم و نمیدونستیم چی کار کنیم. با خودمون فکر کردیم که با هم گفتیم اگر ما بخوایم به پلیس بگیم و پلیس رو خبردار کنیم چطور میتونیم بهشون ثابت کنیم که ما کاری انجام ندادیم و باعث قتل اون نشدیم. پلیس هرگز حرف ما رو باور نمیکنه. برای همین جسد رو مجبور شدیم که دور کنیم و تصمیم گرفتیم داخل چمدون بذاریم و به ونیز ببریم و در یکی از کانال‌های ونیز رها کنیم. از اون طرف اما پزشکی قانونی تو گزارشی که داده بود اعلام کرده بود مهتاب حدوداً یه چند دقیقه قبل از این که به قتل برسه غذا خورده بوده و در داخل معده‌اش اون غذا دیده شده بوده و اون چیزی نبوده جز مقداری برنج و سبزیجات و هیچ گونه آثاری از مواد یا الکل در بدن اون دیده نشده. بنابراین مشخص شد که کاملا حرفای این دو نفر دروغی بیش نیست. از طرف دیگه پلیس متوجه شد این دو نفر بلیت هند رو تهیه کرده بودن و قرار داشتن که به کشورشون برگردن. وقتی پلیس ازشون سوال میکنه که عجله شما تو این وضعیت که اعلام مفقودی کردیم برای مهتاب چی بود؟ میخواستید که برگردید به هند، با چه عجله‌ای داشتید؟ چه کاری براتون پیش اومده بود که با این عجله داشتید برمیگشتید به کشورتون؟ میگن که در جواب میگن که چون که ما خیلی ترسیده بودیم و گفتیم که حالا اگه یه وقت جسد پیدا بشه ما نمیتونیم ثابت کنیم که مرگ مهتاب به ما ربطی نداره، واسه همین میخواستیم به هند برگردیم تا خود و بی جهت به اصطلاح گیر نیفتیم و هیچ دلیلی جز ترس نداشت این کارمون. حدودا 6 فوریه بود که خانم مژگان اینانلو خاله مهتاب به ایتالیا میرسه و در اونجا جسد رو شناسایی میکنه و به پلیس میگه که بله این مهتاب خواهرزاده منه و جسد متعلق به ایشون هست. خانم اینانلو میگه که مهتاب دختر آرومی بود و اصلا اهل دعوا و مشاجره و زد و خورد و این حرفا نبود. ادامه میده که وقتی مهتاب با این دختر هندی یعنی گاگاندی هم خونه شد قرارشون بر این بود که دوتایی تنها باشن، اما بعد از چند روز مهتاب زنگ زد به من و گفت که خاله خیلی ناراحتم، این دختره دست یه پسری رو گرفته آورده اینجا و میگه که این دوست پسرم و ما قرار ستایی با هم زندگی کنیم. من هر چقدر بهش میگم که قرار ما این نبود، من نمیخوام اون تو این خونه باشه، اون به خرجش نمیره و کار خودشو میکنه. من خیلی ناراحت و عصبانیم، دیگه نمیخوام توی این خونه بمونم و مجبورم که از اینجا برم. و خانم مژگان هم در ادامه میگه که غروب آخری هم که با هم تصویری صحبت کردیم که تو فروشگاه بود گفت که به زودی از این خونه میخواد بره. از طرف دیگه همکلاسی و دوستای ایرانیش به پلیس میگن که مهتاب برای ما گفته بود که این دختر همخونه و دوست پسرش دیوونن و مرتب با هم دعوا میکنن، به سمت هم وسایل مثل بشقاب و قابلمه و حتی گلدون پرتاب میکنن. خیلی کلافه و ناراحت هم از دستشون، تا جایی که همسایه ها هم شاکی شدن و اعتراض کردن، گفتن که
معلوم است تو خونه شما چه خبره؟ چرا مرتب صدای دعوا و زد و خورد میاد از خونت؟ همچنین یکی از دوستای مهتاب به پلیس میگه که یه روز مهتاب خیلی خیلی ناراحت بود و من وقتی ازش پرسیدم که مهتاب چرا انقدر ناراحتی، گفت این همخونه من با دوست پسرش یه کارایی میکنن که حتی من خجالت میکشم برای تو تعریف کنم. و میگه من هرچی اصرار کردم و ازش سوال کردم که بگو مثلا چی کار میکنن که تو انقدر به هم ریختی، گفت که نمیتونم بگم، اصلا قابل گفتن نیست و باعث خجالته و میگه هیچی نگفت. پلیس میگه طبق گزارش پزشکی قانونی مهتاب از پشت سر غافلگیر شده و با ساعد خفش کردن و این روش خیلی حرفه‌ایه. هر کسی هم این روش رو بلد نیست، طوری که در عرض 11 ثانیه مقتول کاملا بدون نفس میشه و جونش رو از دست میده. در این میون راننده تاکسی رو هم پیدا میکنن در ونیز که از ایستگاه راهن اونها رو برده بوده به سمت کانال. راننده تاکسی وقتی پلیس باهاش صحبت میکنه میگه که این 2 نفر رو بله اون شب من به همراه یک چمدون مشکی از ایستگاه راهن تا کانال بردم و خیلی هم اتفاقا دست و دلباز بودن، بابت یک مسیر کوتاهی به من 500 یورو پول دادن. از اون طرف این 2 نفر تو این مدتی که بازداشت بودن هیچ حرفی نمی زدن و به شدت اصرار داشتن که ما بیگناهیم و هیچ کاری نکردیم و وقتی رسیدیم خونه با جسد مهتاب روبرو شدیم و ما قاتل نیستیم، تنها کار ما این بود که جسد رو بردیم و انداختیم توی آب. اما خب پلیس با خیلی ها صحبت میکرد و متوجه شده بود که مهتاب خیلی دختر آروم و مهربونی بوده و با هیچ کس دشمنی نداشته. حتی دعوایی هم که همکلاسیاش میگفتن با یکی از اساتید که جزو هیئت علمی بود، یادتونه بهتون گفتم، اون ادعا کرده بودن که یه دعوایی شده. متوجه شد پلیس یک دعوای لفظی خیلی جزئی بوده، یعنی خیلی چیز مهمی نبوده که بچه‌ها بهش اشاره کرده بودن. وقتی وسایل‌های این 2 نفر رو پلیس جستجو میکنه میبینه علاوه بر اون بلیت برگشت به هندوستان 5000 یورو هم تو وسایلشونه که در اون زمان این مبلغ هم کم پولی نبوده. اما پلیس ایتالیا گفته که این احتمال زیاد پولی بوده که پس انداز مهتاب بوده و اینها اون رو برداشته بودن. اما پلیس ایتالیا گفته که انگیزه قتل صرفا انگیزه مالی نبوده، بلکه ما متوجه شدیم این 2 نفر از مهتاب درخواست‌های غیر متعارفی داشتن و مهتاب باهاشون درگیر شده سر این جریان و اونها همون رو به قتل رسوند. اما عده‌ای هم گفتن احتمالاً این 2 نفر تو جریانات تجارت مواد مخدر بودن و مصرف هم میکردن و وقتی که مهتاب متوجه این جریان شده اونا ترسیدن که مهتاب به پلیس گزارششون رو بده و باعث دردسر بشه، به خاطر همین کشتن. در نهایت بعد از مدتی که از دستگیری این 2 نفر میگذره بالاخره اعتراف میکنن که بله ما مهتاب رو به قتل رسوندیم، اما اصلا و ابداً به انگیزه قتل و دلیل کارشون تا آخر اعتراف نمی کنن. طبق آخرین اطلاعاتی که من تونستم پیدا کنم گفته شده این 2 نفر هر کدوم به 30 سال حبس محکوم شدن و در اون زمان گاگاندی 30 سالش بوده و دوست پسرش راجش 29 سالش بوده. یعنی تقریبا وقتی گاگاندی 60 سالشه و دوست پسرش 59 سالشه از زندان آزاد میشن، که البته خب خیلی عادلانه نیست. شاید اگه یه حبس ابدی چیزی میدادن کم بیشتر دلمون خنک میشد. مهتاب که عاشق مردم و زبان و فرهنگ و سینمای هند بود، چقدر غم انگیز که همین عشق و علاقهش بلای جونش شد. تصور کنید اگر چمدون به این زودی پیدا نمیشد و اون 2 نفر هم فرار میکردن و میرفتن هند، چون بلیت هند دستشون بود دیگه، هرگز معمای مفقود شدن مهتاب شاید حل نمیشد، یا شاید هم اگر حل میشد دیگه چجوری میخواستن از هند این 2 نفر رو پیدا کنن. داستان خیلی پیچیده‌ای میشد قطعا. روح مهتاب عزیز شاد و از دست دادن مهتاب بسیار بسیار غم انگیز و ناراحت کننده است و مطمئناً خانواده‌اش
داغ بزرگی دیدن. امیدوارم که خداوند به دل داغ دیدهشون آرامش بده. خب دوستان، به پایان یک پرونده دیگه رسیدیم. شما هم نظرتون رو در مورد پرونده برامون بنویسید. دوستان عزیز، تا پرونده بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.